بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالناصر زمانی هستم. من میخوایم که در یوتیوب میگن چی میگن البته امی فعالیت کنم و من به سبک بی سبدی برای شما عزیزان شعر میخوانم. امیدوارم که شعرهای من بفهمین دیگه. من خودم که بی سواد هستم و شعرهایم که من میخوانم شاید بفهمین. بعد هر زبانی توش هست، حالا ما زبان فارسی و عربی و ترکی و همین سه چهار زبان معروفه که تو خاورمیانه و آسیا و میانه هسته، همینا رو شاید تو شعرهای من پیدا بکنید. حتی لغت‌هایی رو که لغت‌هایی رو پیدا بکنید که در لغتنامه ده خدا و اینا هم نباشه. و حتی شاید شما بیشترین دانش از ما بیاموزین. حتی اینشتاین اینا هم شما باید دنبال بکنید، اینشتاین هم دنبال بکنید. حالا میریم سراغ این شعری که ما میخونیم و شما هم با دقت گوش بکنید. حتما کانالم سابسکرایب میگن چی میگن همون بزنید تا ما از این شعر خواندن ادامه شعر خوندن رو ما هم داشته باشیم دیگه. با شما یک جا میرویم جلو. حالا دست حق شعر خوندن ما رو ببینید. زان یار دل نوازم. بفهمید دیگه یار دیگه. شکریست باشکات گر نکته دانی عشقو بشنو تو این حکایت. بقیه دیگه خودتون بترجمه. برموز بیموز بود و منت هر خرمتی که کردم. یار مباد کس را تریاک و ککنارش نشش کرد. من شعر دیگه شما باید بقیه شعر رو پیدا بکنید که از کی هست.